برگر فرانسوی باید این شکلی باشه. 3 لایه پنیر اینجاست، برمیگرده که با یه لایه پنیر دیگه این شکلی وقت پیچ بشه. ببین برگر باید آبدار باشه با گوشت گوساله، این دوبل میشه 400 گرم. برگرای 200 گرمی، پنیر ورقه‌ای میاد روش. جان من نگاه کن چیا داره. این ظرفای بیرون برشه، این یکی هم ظرفای سالونه. این شکلی برات بذارم، ادویه‌شو وسط خوشگل بزنم. ببین هر کدوم اینقدرم سیب زمینی و سالاد رایگان کنارش داره. تو فقط پول چیزبرگر فرانسوی رو در اصل میدی دیگه. ببین این سس نوستالژی باید حتما روش باشه، اضافه خاصی بگین بچه‌ها بهتون میدن. برای بیرون برا. سلام، احسانم. خیلی به کانال خودتون خوش اومدید، کانال فوتانتر. خیلی ممنون که تو این چند وقت اخیر کنار ما بودید، ویدیوها رو تماشا کردید و اظهار محبت داشتید به کانال خودتون. خب من امروز تصمیم گرفتم تا از یه مجموعه فست فودی دیگه یه غذای فست فودی سفارش بدم. امروز از مجموعه بابا پیتزا غذای چیزبرگر فرانسویشو من انتخاب کردم و خریداری کردم که میخوام امروز با هم دیگه نقد و موشکافی کنیم. خب امروزم کنار ما آقا تدی هستش با سیب معروفت. آقا تدی ممنونم که امروزم بازم اومدی کنار ما و دمت گرم که همیشه پایه کانال خودت هستی. خب بریم سراغ کارمون. چیزبرگر فرانسوی مجموعه بابا پیتزا. من در ویدیو قبلی که در رابطه با پیتزای 3 سوسیسه مجموعه بابا پیتزا بود خدمتتون عرض کردم که این مجموعه دارای 3 شعبه هستش: شعبه شهرک غرب، یوسف آباد و تجریش، که من این غذا رو از شعبه تجریش خریداری کردم و امروز خدمتتون آوردم که با هم دیگه نقد و بررسیش بکنیم. در ابتدا ظاهر غذا رو میبینید. بسته‌بندی غذا بسته‌بندی خیلی خوبی داره، برخلاف پیتزا که ظاهر معمولی نسبتا خوبی داشت، ولی این پک خیلی قشنگ و جالبیه. خب با هم دیگه بریم تا این غذا رو از نزدیک ملاحظه کنیم. بسته‌بندی خیلی خوبی داره، بسته‌بندیشو دوست داشتم. اینم ظاهر غذا دوستان: چیزبرگر فرانسوی به همراه مخلفات. خب قیمت این غذا دوستان با 10% مالیاتی که از بنده گرفته شد 428,000 تومان بود. خیلی مبلغش بالا بود، به شدت مبلغ این چیزبرگر فرانسوی بالا بود. من همون اول کار بگم اصلا من خرید این غذا رو به هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنم. چرا؟ چون خیلی قیمتش بالا. 428,000 تومان بابت این غذا. بریم تا ادامه کار رو با هم دیگه داشته باشیم. خب دوستان عزیز، ظاهر چیزبرگر فرانسوی، فرم چیزبرگر که ملاحظه میکنید. در ابتدای کار چربی بسیار زیاد، روغن بسیار زیاد روی غذا شکل گرفته. ظاهرش، ظاهر خود چیزبرگر. سیب زمینی، چقدر روغن داخل این سیب زمینیه. چقدر روغن آقا فرهاد تو این غذات استفاده میکنی؟ یه چیز جالب بگم، من فرهادو نزدیک 5-6 ساله که دنبال میکنم، بیشتر البته نزدیک 6-7 ساله که دنبال میکنم. فرهاد پس اول کارش اکثرا تو بازار میچرخید و میرفت سراغ حالا مغازهایی که خیلی کوچیک بودن، مغازهایی که اکثرا زیر پله بودن، تو بازار غذای اونا رو تبلیغ میکرد. یواش یواش پیشرفت کرد، اومد تبلیغ یه سری فست فودا رو گرفت، تبلیغ اونا رو کرد و الان که ملاحظه میکنید 3 تا شعبه بزرگ برای خودش زده که این غذا رو داره به مشتری ارائه میده. یه دونه دیگه من از این سیب زمینی ها اگه با هم دیگه دوربین یاری کنه و نشون بده. بله، چقدر روغن از داخلش میچکه. خب دورچینی که برای ما گذاشتن، چند تکه گوجه ظاهر خوبی داره، 3 تا دونه خیار، 428,000 تومان
از ما گرفتی که 3 تا دونه خیار و 4 تا دونه گوجه بذاری. اینم کاهویی که ریخته شده داخل غذا و سس این چیزبرگر فرانسوی. خب اول کار ما میریم تا دل و روده این غذا رو بریزیم بیرون. دوستان اجازه بدید من چاقو رو بیارم که با هم دیگه از نزدیک ملاحظه کنیم. چاقوی دست نارنجی معروفمون که میخواییم با هم دیگه از وسط این چیزبرگر رو باز کنیم، ببینیم چی کار کرده آقا فرهاد واسه ما. بک همین ظاهر کار، یه ظاهر معمولی، چیزی که ملاحظه میکنید دوستان. اینم رخ کار دوستان، اینم ظاهر چیزبرگر فرانسوی. من با اجازهتون این چیزبرگر رو باز کنم. یه مقدار پنیر داخلش ریخته شده و زیر همبرگرم به همین صورت یه مقدار پنیر هستش و چیز خاص دیگه ای وجود نداره. خب اینم باز کنم تا از نزدیک ملاحظه کنید. دوستان عزیز، من با اجازهتون یه لقمه از این چیزبرگر رو خوردم. اولین چیزی که داخل دهانم احساس شد مزه دنبه بود که خب نمیدونم مزه دنبه داخل این برگر چرا انقدر باید طعم غالبی داشته باشه. من با اجازهتون یه تیکه دیگه از این همبرگر رو بخورم و نظرمو بگم، البته بدون نون. همبرگر با خود پنیر. دوستان همونجوری که خدمتتون عرض کردم مزه دنبه به شدت اذیت میکنه، دهانو خیلی مزه بدی داره. مزه دنبه مزه غالب این همبرگر هستش و خب اینجا باید خدمت آقا فرهاد بگم داداش من، آقا فرهاد عزیز، شما چرا باید انقدر مقدار زیادی دنبه یا چربی داخل این همبرگر استفاده بکنی که طعم همبرگر از بین بره؟ یه مقدارم از این پنیرشو من با اجازهتون میخورم، تست میکنم. پنیر به شدت شوره، پنیر خیلی شوره دوستان عزیز، جبهه نگیرید. نظری که من دارم میگم نظر شخصی خود منه. میتونید تشریف ببرید این مجموعه این غذا رو از نزدیک میل بکنید و ببینید که چه پنیر شوری داخل این غذا استفاده شده. من همینطور یه مقدار از این پنیر روی همبرگر میخورم، دقیقاً مثل پنیری که روی خود نون به کار رفته شده. اینم پنیر شوره. ظاهر برگر ظاهر خیلی قشنگی داره، ظاهر خوبی داره. اینم بافت و ظاهر خود همبرگر هستش که زغالی شده، روی منقل پخته شده. بریم سراغ خوردن دورچین غذا و ببینیم که دورچین غذا چه مزه‌ایه. خب اینم سیب زمینیش، اجازه بدید من یه دونه‌شو با اجازهتون بخورم. وای وای، این سیب زمینی چقدر طعم موندگی و کهنگی میده. این سیب زمینی چقدر طعم موندگی میده، جدای از چرب بودن و شور بودن این سیب زمینی چقدر. اینم رخ کار دوستان، از نزدیک ببینید.
انگار که شما این سیب زمینی رو قبلا پختی باز دوباره سرخ کردی و دست مشتری دادی. 428,000 تومان بابت همچین زباله‌ای ما باید به مجموعه با پیتزا و فرات پز پول بدیم تا این غذا رو برای ما تهیه بکنه. این که از این سیب زمینیش من اوکی نبودم. میرسیم به کاهو، این رخ کار. کاهویی که آنچنان کیفیت بذارید از نزدیک نشون بدم. میبینید اینم لکه های خود روی کاهو. اجازه بدید من یه مقدارشو بخورم. کاهو رو به تلخی میزد، کاهوش تلخ بود، کاهوشم اصلا نیستم. گوجه تازه بود، خیارش هم اوکی بود. برسیم به سوسی که کنار غذا برای ما استفاده کردن و گذاشتن. اینم رخ کار، سس دستساز هستش. چقدرم سس شما آقا فراد شوره، چقدر این سس شور هستش. کلا میخوای فشار خون مردم رو بتره کنی، میخوای اونایی که مشکل قلبی و مشکل گوارشی دارن و شما سریع بفرستی بیمارستان با این غذایی که شما دست مشتری میدی. ته گلو اذیت میشه، ته گلو واقعا اذیت میشه موقعی که این سس رو شما میخوری. و خیلی هم فلفل داخل این سس استفاده شده. این هم از نزدیک ملاحظه بکنید. خب دوستان عزیز، میرسیم به انتهای کار از مجموعه بابا پیتزا. من امروز عرض کردم چیزبرگر فرانسوی و همراه دورچینش رو خرید کردم به قیمت 428,000 تومان. قضاوت با شما، آیا ارزش خرید داره 428,000 تومان بابت این چیزبرگر پول بدیم؟ چیزبرگری که طعم غالبش مزه دنبه میده، اذیتتون میکنه، چیزبرگری که کفش اصلا سوسی ریخته نشده، همینجور فقط همبرگر رو گذاشتن، یه مقدار پنیر روش ریختن و دست مشتری دادن. اینم از دورچین کار، سیب زمینی بسیار بیکیفیت، بسیار چرب، سیب زمینی مونده، کاهویی که کیفیت لازمو اصلا نداره. من بخوام از نزدیک بهتون نشون بدم، اینم رخ کار، این کاهوی بیکیفیت و سوسی که ته گلو رو به شدت اذیت میکنه. و ممنون میشم دوستان نظرات خودتون رو داخل کامنت ها بنویسید. دوستان عزیزی هم که تازه به جمع ما تشریف آوردن، ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنن و یه نصیحت برادرانه به فرهادپز بکنم. دوست عزیز، آقای فرهادپز، شما رسالتت اینه که غذای خوب تبلیغ بکنی، نه اینکه چپ و راست تند و تند بیای غذای بیکیفیت به مشتری ارائه بدی. این چه غذایی آخه تو دست ملت میدی؟ اون از اون پیتزات، اینم از این همبرگرت. دوستان خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم، به امید روزهای بهتر.